السلام علیکم بابای حاجی. با این سوال من جواب گویید. ما نتوانستیم که این سوال را با یگان معنای دیگر به شما فهمانیم، زیرا که این زن به طرف شوهرش چنان سخنهایی میگوید که تو فلان و بیمدان. اگر زن با شوهر با یگان مسئله زندگی جنجال کند، با شوهر با وی سیاست کند، زیرا این مرد هست، شوهر او می باشد، بالای وی حق دارد و در وقت غضب هر گونه گبها را گوید و زن حق دارد که از جای خیسته طرف شوهرش گوید که من تو را چوب میزنم، تو فلانی و حرامی و دست درازی و دیگر. طول 10 سال هست که این مرد با این زن زندگی دارد. هر وقتا که آنها گپ گریزی کنند، قریب در همه این زن همین گپ ها را میگوید طرف شوهرش. آنها صاحب 3 فرزند می باشد. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلند، گیمارید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. العزیز الغفار، مکور لیل علی النهار، تذکرة لأولی القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. السلام علیکم حاضرین محترم، برادران خیلی عزیز و برادران خیلی گرامی. همه شما را به این روز شریف، به این روز عزیز تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که موعظه امروز را برای شما آغاز نمایم، خواستم یک حدیث را در آغاز صحبت به گوش شما رسانم تا که آغاز صحبت ما از سخن خیلی پرقیمت و والای حبیب خدا آغاز شود، تا که این مجلس ما نوری نو گیرد و تا که
اجر و پاداش در این روز باز بیشتر شود. عن انس رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم و معاذ رضی الله عنه على رديفه على الرحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. الله أكبر. حضرت انس میگوید بار حبیب خدا بالای یک خر سوار شدند. از پس پشت مبارک حبیب خدا حضرت معاذ ابن جبل سوار شدند. چه مبارک معاذ بوده است، چه جسم مبارک جسم معاذ ابن جبل از پشت پیغمبر خدا در بالای یک خر سوار شدند. حضرت معاذ محبوب رسول اکرم که بود، دستهاش در شانه پیغمبر می گذاشت، میان پیغمبر در آغوش می گرفت. می دانست که این پیوست شدن با پیغمبر خدا این نجات از آتش دوزخ است. معاذ ابن جبل جوان بودند، 18 ساله بودند اسلام قبول کردند. 18 ساله جوان راه طاعت امروز گیر که فردا نآید بکار. حبیب خدا، پیروان حبیب خدا جوانا را دعوت می سازد که در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است. وقتی پیری گرگ ظالم می شود پرهیزکار. جوانا خوش به حالتان، عبادت شما ریا نیست، عبادت شما فریب نیست. خوش به حالتان، خوش به حالتان که شما عاشق الله هستین، شما عاشق محمد هستین، شما عاشق مسجد هستین، شما عاشق قرآن و اسلام هستین، شما بچه های خدا دادین. خوش به حال شما. حبیب خدا گفتن روز قیامت، روز دهشت، روز مشکل، روز پرهراسان، روز دوادو، در سایه عرش پروردگار کیست؟ شاب نشأ فی عبادت الله. جوانی که به جوانی نظر نمی کند، در جوانی عبادت خدا را می کند. روز قیامت در سایه عرش الله است. حضرت معاذ 18 ساله بودند، از مدینه بودند. وقتی این آفتاب، این حبیب خدا که در مکه مکرمه طلوع کرد، در معاذ، در دل معاذ نور ایمان اسلام می جوشید. زودتر رفته پیغمبر خدا را زیارت کنند. با همراهی چند توده جوانها آمدند.
اسلام قبول کردند. 18 ساله بوده. آنقدر حبیب خدا دوستش می داشت، حتی زمانهایی که حبیب خدا حیات بودند، حضرت معاذ ابن جبل والی شهر یمن انتخاب کرد. 158 حدیث از پیغمبر خدا روایت کردگی هستند. سین مبارکش به 34 رسید. در فلسطین بود، تقدیر الهی بود، در کسل وبا گرفتار شد. 34 ساله بودن. وقتی به یمن پیغمبر خدا روانش کرد، زن کودک او در مدینه بود. گفت معاذ یکی از کسانی بود که اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن الجبل. پیغمبر خدا گفت داناترین امت من از روی جدا کردن حلال و حرام این معاذ ابن جبل است. بسیار با وفا بودند، بسیار خوش صورت بودند، بسیار علم بلند داشتند، بسیار حلیم بودند. صفت زیباییش کتاب دام میکنند. وقتی به یمن پیغمبر خدا والی و یمن انتخابش کرد، او معاذ گفت ما به تو خدا حافظی میکنیم، زیرا که گذرگاه تو فقط از قبر من میشود، بعد این مرا نمیبینی. این از معجزه پیغمبر خدا بود. همچنان هم شد. زمانهایی که والی یمن بود، خبر وفات پیغمبر و گوش معاذ رسید. حضرت معاذ 34 ساله بودند که در کسل وبا روبرو شدند. کسل وبا کسلی هست که عاقبت آدم هلاک می سازد. دم آخیرش بود، میگوید دستش برداشت و گفت خدایا، گفت این دنیا را به خاطر زیباییش دوست نمیدارم، به خاطر درخت و بستان سراها و به خاطر طعامهای رنگابرنگش دوست نمیدارم. فقط دنیا را گفت دوست میداشتم به خاطر که در این دنیا عبادت تو را میکردم، به این خاطر دنیا را دوست میداشتم. خدایا دعا میکنم، گفت مثل یک فرد عادی مسلمانی که تو از او راضی هستی، همچنان جان من قبض کن. این سخنهایی بود که حالت مرگ حضرت معاذ از زبانش راندند. آنقدر جوانی با غیرت بودند. وقتی ایمان آوردن میگوید به مکه مکرمه آمدن، به مدینه منوره به وطنش آمدن. عامر ابن جموح که آینده بسیار خدمتگار خوب بود، از جمله مشرکان بود پرست بود. معاذ میگوید عامر ابن جموح که بسیار آدمی معروف و مشهور در مدینه بود، در خانه بود داشت. یک بوتی میده داشت، شاید میده هم نبود، شاید کمی کلانتر بود. عمر ابن جموح از بس که خدا را نمیشناخت آن زمانها، هر روز میگوید همین بوت لباس نو میپوشانید، خوشبوییش میزد. از همین سنگی که از او هیچ حاصل نیست مراد طلب میکرد، حاجت طلب میکرد. معاذ ابن جبل جوان بودن، این حالت از عمر ابن جموح میدیدند، بسیار ناراحت میشدند. بناگاه غیرت ایمانی جوش زد و شب عمر ابن جموح را وقتی که خواب برد، همان بوت برداشت، معاذ آورد در همون کثافت خانه، گفتگی جایی که تمامی غجدی ها را میپرتایند همونجا پرتافتش. عمر ابن جموح سحر بیدار شد، نزد خدای خدا کن همون بود میرفت. آمد که بود درکش نیست، اطرافای خانه را جستجو کرد، آخر آمد که در کثافت خانه هست.
باز باید تازه کرد، شست، لباسی نو پوشانید، خوشبویی زد و باز در جاش گذاشت و عبادت کردن گرفت. که اینجا نعمت اسلام ببینین که خدا شخصی را که گمراه کند، اگر تمام عالم او را دعوت کنند و هدایت نمی‌یابد تا زمانی که الله نخواهد. یک سنگ نه قدرت دارد، نه قوت دارد، نه منفعت دارد، نه ضرر دارد، از اما حاجت طلب میکنی. سنگی که خودت به دست خودت میتراشی تیار میکنی. دویم شب معاذ این عمل تکرار کرد، باز برد در همون کثافت خانه پرداخت. عمرو ابن جموح این دفعه بسیار غضبناک شد، گفت قسم به نام تو، گفت ای بود، اگر یابم که این عمل نسبت تو روا میبیند سختترین جزا را به او جاری میکنم. شب سیوم معاذ ابن جبل باز آمد میگوید همون بوتی او را گرفت و این دفعه با یک سگ مردگی که در همون کثافت خانه پرتافته بود، هر دوشا یک جای در بند میگه بست و پرتافت شد. این دفعه آمد عمرو ابن جموح حالت دید، گفت اگر تو خدا میشدی در پهلوی این سگ مرده هیچ وقت تا روز تو نمیخوابیدی، لیکن تو خدا نبوده، تو منفعت نداری. گفت از این روز اعتبارا من از تو حاجت طلب نمی کنم. این سببی هدایت عمرو ابن جموح معاذ ابن جبل شد. حدیثی که من برای شما خواندم بالای خر میگوید در پشت پیغمبر خدا سوار بود و پیغمبر خدا با آواز بلند خود گفت یا معاذ، ای معاذ. حضرت از پس صدا دادند لبیک یا رسول الله و سعدیک، در خدمت و تیار هستم، جانم فدای تو باد. چی میگویی؟ حبیب خدا یک دم باز سکوت کردند، باز گفتند ای معاذ. باز معاذ جواب داد در خدمتت حبیب خدا تیار هستم، جان پدر و مادرم فدای تو باد. چی میخواهی؟ حضرت باز سکوت کردند. باز دفعه سیوم باز صدا داد ای معاذ. باز حضرت لبیک و سعدیک یا رسول الله. این 3 بار شارحای حدیث متن حدیث هم آوردند، 3 بار پیغمبر گشته و بگشته معاذ گفتند. به خاطر چی بود؟ یک بار گفت معاذ شنید، برای چی دویم دفعه تکرار کرد؟ برای چی سوم دفعه تکرار کرد؟ به خاطر تاکید است. به خاطر تاکید است که گوش کن، جمله برای تو میگویم، جمله برای تمام مردم مسلمان میگویم. چه جمله بود؟ جمله هست که الحمدلله که ما شامل او هستیم، الحمدلله از خبر نیک آخرت ما و شما را خبر میدهد. چی میگوید؟ ما من عبد یشهد ان لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه. گورا گفت با تمام مردم مسلمان اعلان کن، هر کسی که میگوید لا اله الا الله، نیست خدای مگر الله یک و یگانه است و یک بودن و یگانه بودن پروردگار از تحت دل قبول دارد، بشارت الله است به آنها بگو که فردا وارد جنت می شود، وارد جنت می شود. هر کسی که لا اله الا الله می گفته است، به یگانگی الله باوری دارد، وارد جنت می شود. جنتی که امروز ما برای او اگر چند عبادت های خیلی ضعیفانه داریم، نه آنقدر فکر جنت ما و شما را مفتون خودش کرده است چگونه که صحابه ها را مفتون کرده بود. همون جنت نصیب کی است؟ آن کسی که لا اله الا الله میگوید.
تا رسول الله میگه لقنوا موتاکم لا اله الا الله، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. حتی شما بیماری هایی که در حالت نزع جان باشند، رسول الله میگه در بیخ گوش اونها گوید لا اله الا الله. و حبیب خدا گفت کسی در آخران لحظه حیاتش میگوید لا اله الا الله جنت میرود. آخران لحظه حیات ما. شرط هاش چیست؟ صادقا من قلبه، صدقا من قلبه. همین کلمه را از روی صدق گوید، از روی صدق. لا اله الا الله گوید، خدا را عبادت نکنه. لا اله الا الله گوید، مسجد بد بینه. لا اله الا الله گوید 5 وقت نمازش نخواند. لا اله الا الله گوید به حرام های خدا نزدیک باشد. این صدقا من قلبه نیست. این بشارت با اینها تعلقات ندارد. از خداوند خواهان او هستند. چی در این حالت، چی در آخران لحظه های حیات ما در زبان ما کلمه لا اله الا الله را همیشه نگه دارد. ما را عاشق این کلمه گردان. ما را در زیر این جمله زیبا خدایا جمع بگردان. خدایا محبت ذات خودت را، محبت رسولت را، محبت اسلامت را، محبت جنت را در دل ما بندگانت خدایا جایگیر بگردان. خدایا شرم و حیا را در خاندان هر یک ما بنده های مسلمانت شعار گردان. خدایا جمعه هایی که میخوانیم از پاداشش ما را با نصیب بگردان. خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت گردان. بیماری ها ما شفای کامل و شفای عاجل نصیب گردان. مسافرهایی که از دیروز بر من زنگ میزنن از راه های دور و مسافرهایی که از جانب این جمعیت هستند و این چنین حاجی هایی که طی چند روز شد به سفر مبارک رفته ایستادند، خدایا همگیش سفرهاشون به خیر گردان، با صحت و سلامت به خاندانشان برسان. خدایا جمهوری ما را باز هم آباد و زیبا گردان. عدل و انصاف و آرامی را خدایا در این جمهوری ما حکم فرما گردان. تمام آن بندگانی که برای بهبودی این جامعه، این پارچه زمین سعی و کوشش دارند، خدا همگی را در حفظ امانت نگه. برادرای مهمانی که از راههای دور و نزدیک در این مسجد مهمانند، خدا در هر قدمشان حسنات کتابت بفرما، صحت و سلامت به خاندانشان برسان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته موعظه ما عبارت از سوال و جواب بود. الحالم که باشد من برای شما شاید یک جمعه یا 2 جمعه با جمعه آینده سوال جواب میکنم. بعدا میگذاریم باز به قصه های 3 یار پیغمبر حضرت عثمان رضی الله عنه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این سوال جمعه گذشته آمده است. السلام علیکم بابای حاجی، با این سوال من جواب گویید. ما نتوانستیم که این سوال را با یگان معنای دیگر به شما فهمانیم، زیرا که این زن به طرف شوهرش چنان سخنهایی میگوید که تو فلان و بیمدان. اگر زن با شوهر با یگان مسئله زندگی جنجال کند، با شوهر با وی سیاست کند،
زیرا این مرد هست شوهر او می باشد، بالای وی حق دارد و در وقت غضب هر گونه گبها را گوید و زن حق دارد که از جای خیسته طرف شوهرش گوید که من تو را چوب میزنم، تو فلانی و حرامی و دست درازی و دیگر. طول 10 سال هست که این مرد با این زن زندگی دارد. هر وقتا که آنها گپ گریزی کنند قریب در همه این زن همین گپها را میگوید طرف شوهرش. آنها صاحب 3 فرزند می باشد. این زن چه حکم دارد در اسلام؟ التماس پرتر جواب گویید. دویم سوال من این است، من میدانم شما تفسیر کننده شعرها نیستید و از شما بسیار خواهش میکنم که من معنای این شعر را نفهمیدم، میخواهم که از زبان شما شنوم. از شما بخشش میپرسم، التماس شعر نوشتگی مرا فهمانید. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. عمر خیام. بسیار التماس میکنم پرتر جواب گوید که جواب شما را انتظارم. و اما سوالمون پر است، هر سوالی دادیم پر جواب شد. ما با 3 سوال از جمعه را خاتمه میبخشیم، ولی هم پر نیست. معنای شعرش ضرورت ندارد، میلش انشاءالله. من یک موضوع تقدیر دارم، ولی درباره تقدیر گپ میزنم. تقدیر نیکی و بدی از خدا هست. سوال بیشمار است، برای چی یک کس عرق می نوشد و باز میگوید که خیلی خدا ما را به همین راه برده است؟ همین چی جواب دارد؟ انشاءالله من برای شما با جوابهای خیلی خوب، آن چیزی که قرآن میگوید، حدیث میگوید، تیار کرده ایستادم. موعظه را تیار کردنش کاری آسان نیست، همه او را جا به جا کردن در کار. مثل همون این شعرم بعضی نازکی ها دارد، خدا خواسته باشد خیلی بعدا جواب میگویم، برای وقت کم است. سوال یکم، معلوم شد زندگی ناآرام بین زن و شوهر، نافرمانی زن نسبت شوهر، دست درازی، زبان درازی، بد گفتن از جانب زن و شوهر، همین ها را فهمانده دیگه گفتن. برادری عزیز و گرامی، ما یک جمعه پیش اطراف این علاقه صحبت ها داشتیم. شما میتونید که از طریق کسیته ها این جواب گیرین که نسبت زن و شوهر یک کسیته پر را که 3 سوال بود من برای شما جواب گردانیدم. همین قدر گفتنی هستم. گفتی همون حضرت سعدی که آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن از جوابش که جوابش ندهی. دادرای عزیز، نصیحت من، فهماندن من، فقط حجت من قرآن و حدیث است، دیگر چیزی ندارم. و این بهترین حجت است، بهترین توصیه نصیحت از روی قرآن و حدیث است. اینها را هر روز گفته ایستاده ایم. مادامی که گوش نه اندازن من چیکار کرده میتونم؟ وقتی آیت قرآن را گوش میکند پروانه دارد، حدیث پیغمبر خدا را گوش می اندازد اهمیت نمیدهد، چیکار کنیم؟ دیگر از این دلیل قویتر، از این بالاتر دیگر نصیحت هست نیست. فقط یک چیز خواهان هستم، خدا کند که در دل این زن یا در دل این مرد خدا هیبت خودش را، ترس خودش را جای کند و از روی دستورات قرآنی برنامه های زندگیشون را پیش برند. برای کی در کار است همین زندگی ناآرام؟ برای کی در کار است؟
برای کدام مرد و زن لازم است که همین روز دراز در بین ها دشنام باشد، کشماکش باشد، نارامی باشد. برای هیچ کس در کار نیست. برای چی ما زندگی های پیغمبر خدا را برای خودمان در خاندانمان جاری نمی سازیم؟ ای برادرای عزیز، ای خواهرای مهربان، برای چی؟ و چرا حضرت انس میگوید 10 ساله که آب طهارت به پیغمبر دادم، بار در خانه پیغمبری خدا صدای دشنام نبرآمد. بار یک دیگر حتی یک سخن پسترین، حتی دشنام و قبیح و حتی سخنی سخت نگفتم. برای چی نگفتم؟ آخر حیات پیغمبر برای ما